سلام وقت بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم در رابطه با پر کردن اکسل انتخاب عنوان با هم دیگه بیشتر حرف بزنیم. خب موضوعی که ما داریم روی کلورابرگاریسه در حقیقت و فاکتورهای کاردیوواسکولار و فاکتورهای متابولیک. اکسلی که میبینید این اکسله، باید این اکسل پر بشه. من خدمتتون توضیح میدم. ببینید این اکسل در رابطه با پر کردن متاهای مشابه این هیت هستش. حالا در حقیقت میگم عنوان ما بهتون گفتم که واسه کلورابرگاریسه و حالا ما میخوایم ببینیم هر چند تا متایی که تا حالا کلا روی این ساپلیمنت انجام شده رو در این اکسل وارد کنیم. حالا این اکسلی که ما قبلا تهیه کردیم اکسل فکر میکنم مربوط به کنجد اگه اشتباه نکنم. این اکسل پر شده و میبینید که تمام متاهایی که روی کنجد انجام شده کلا 9 تونه بوده که این 9 تونه اومده. این اکسل تماما باید برای این موضوع جدیدمون هم حالا هر موضوعی که داریم پر بشه که حالا اینجا کلورابرگاریس در حقیقت هستش. ستون اول لینک مقاله متا آنالیز توی پابمد رو ما میذاریم که اگه کلیک کنید میبینید که بله روی کنجته و متابولیک بیومارکته که حالا یه سیستماتیک ریویو هستش. ستون دوم در رابطه با در حقیقت بیماری. ببینید مثلا بعضی متا آنالیز، حالا خب الان متا آنالیز ما روی بیماری خاصی نیست، ما عملا آل پیشنه، ولی مثلا بعضی از بیماری روی دیابتی‌ها ممکنه باشه، روی نفروپاتی‌ها ممکنه باشه، روی بیماری بلاد پرشر ممکنه صرفا گرفته باشه. حالا اینجا مثلا روی اون متابولیک سیندروم ها هست. اینا کجا بفهمیم؟ اصولا توی عنوان می‌نویسم، ولی خب اینجا ننوشتم. خب شما مثلا میتونید بیاین توی مقدمش بخونید که این روی بیمار خاصی هست یا نه، یا توی والا فول تکستش که از اینجا هم قابل دسترسیه. خب اینجا می‌بینید مثلا روی متابولیک پنژنا بوده، مثلا اینجا روی تایپ 2 دیابت در حقیقت تایپ 2 بوده که اگر که باز کنید می‌بینید که دقیقاً اینجا هم نوشته که روی تایپ 2 دیابت بوده. حالا پر کردن اصلی این قسمت ها هست. اینها چیه؟ ما بعد از اینکه متاهای مشابه رو پیدا کردیم اینجا لیست میکنیم به این صورت لینک هاشون رو و میایم این قسمت رو پر میکنیم. مثلا همین که روی تایپ 2 دیابت بوده رو ما باز میکنیم ببینیم که چه فاکتورهایی گرفته. اصولا توی مقدمه می‌نویسن چه فاکتورهایی گرفتن. ببینید مثلا اینجا FPS رو گرفته، A1C رو گرفته، دیگه همین دوتا به نظر میرسه در حقیقت شاخص دیگه ای رو نگرفته، تا همین دوتا بوده و خودش هم گفته روی گلایسمیک کنترل ها، یعنی پس صرفا گلایسمیک کنترل رو گرفته و اینجا میبینید که دیگه FPS بوده، A1C و انسولین لول. چرا انسولین لول توی ابسترکت نیست؟ ببینید اصولا معمولا فاکتورها و شاخصهایی که معنادار نمیشه توی ابسترکت نمیارن، چون ما معمولا ما 250 تا 300 کلمه ابسترکت رو ببندیم و اگه بخوایم مثلا اون فاکتورهایی که معنادار نشدن بیاریم این معمولا یه خورده حجم ابسترکت زیاد میشه، برای همین معمولا اونهایی که معنادار شده رو میاریم. پس ما باید بریم عملا فول تکست مقاله رو بخونیم. خب چطور بخونیم؟ حالا مثلا بگیم همین مقاله‌ای که حالا روی متابولیک فاکتورها بود من باز کنم براتون ببینید که به چه صورت در حقیقت هستش. ما میایم معمولا این رو جدول یک مقاله این قسمتش بزنن، میبینید که بله زدن. معمولا این ستون آخر آوتکام ها رو میزنه که مثلا FPS رو گرفته، انسولین رو گرفته و A1C رو گرفته، MDA رو مثلا گرفته، SBS رو حتی گرفته، میبینید که مثلا بادی ویت رو گرفته و حالا شاخص‌های دیگه‌ای که هستش. مثلا اینجا مثلا بعد اضافه می‌شده این فاکتورهای دیگه ای رو هم در حقیقت گرفته. اینجا مثلا بادی ویت مثلا میتونستیم اضافه کنیم اینجا. حتی اینجا بود ما این فکر کنم، آره ما این چیزی اینجا مشخصه که بادی ویت رو گرفته، انسولین رو گرفته، بلاد پرشر، این کامل الان پر شده. می‌بینید که این تمام فاکتورهایی که بوده رو اینجا آورده. به همین صورت تمام ما فاکتورها رو پر می‌کنیم. چند ستون آخر حالا خیلی مربوط به موضوع ما نمیشه. مثلا ما قلم جنسینگ کار کرده بودیم، جنسینگ انواع مختلفی داشت. مثلا اینجا بنویسیم روی کدوم تایپ جنسینگ مثلا این متالیس کار کرده، یا مثلا اگر نکته دیگه هست تو ستون آدر میتونیم بنویسیم اگه نکته قابل اشاره‌ای هست، یا اگر که ممکنه بعضی از متالیز رو انیمال مدل باشن که تو عنوانای ما خیلی نیست به اون صورت، ولی خب حالا ممکنه باشه. تو همون جنسینگ هم بود، مثلا میتونید اینجا اشاره کنید که این انیمال مدل در حقیقت. و از همه مهمتر اینه که چند تا RCT وارد این متا آنالیز شدن که این هم از اون معمولا فیگر 1 که در حقیقت پریزما هست معمولا مشخص میشه
یا اینکه خیلی راحت از ابسترکت معمولا اون اول ریزالت معمولا مینویسه چند تا، حالا اینجا یا توی متد مینویسه یا این اوایل باید بنویسه که چند تا در حقیقت RCT وارد شده. خب اینجا ننوشته. مثلا بریم این قسمت دیگه، اصلا ببینید دقیقاً اول ریزالت اینجا متد تموم میشه، از اینجا دقیقاً ریزالت شروع میشه. حالا این آن استراکچر نیست، ابسترکت، ولی معمولا میبینید نوشته که 8 تا در حقیقت کلینیکال ترایال با اینقدر حالا شرکت کننده وارد شده. شرکت کننده واسه ما مهم نیست، مثلا ما همین تعداد 8 تا. این 8 تا رو میبینید که توی اون دیابتیا بود دیگه، دقیقاً این مطالعه ما بوده. میبینید که اینجا هم 8 وارد شده، بس تعداد RCT ها هم این قسمت وارد میشه. من یه فایل داخل کانال گذاشتم که تمام فاکتورهایی مثلا، چون اینجا تعداد محدودی مثلا هست، مثلا ما تریگلیسیرید رو بردیم، توتا کلسترول رو بردیم، LDL HDL، مثلا ممکنه آبوها باشن که اونجا نیاوردیم، یا مثلا گلایسمیک ها رو مثلا محدودی آوردیم. مثلا اگه میبینید مثلا توی پرانتز من A1C رو اینجا نیاوردم، ولی خب مثلا A1C مثلا اینجا هست. میدونید چی میگم؟ مهم نیست که اینجا حالا اون شاخص اومده باشه یا نه، مهم اینه که بر اساس اون فایلی که من داخل کانال گذاشتم چک بکنید، ببینید آیا این چیزی که شما استخراج میکنید جزء فاکتورهای در حقیقت متابولیک هست یا نیست، و اینجا وارد میکنید دیگه. حالا جزء هر دسته‌ای که بود به این صورت وارد میکنید و همه چی مشخصه دیگه، کامل نوشته شده. فکر نکنم مورد آخر در تو دپرشن هارت ریت، دپرشن اصولا ما وارد نمیکنیم چون شاخص ما نیست، و هارت ریت رو من حالا داخل اون فایلی که فرستادم داخل کانال گفتم حالا چه شاخصایی رو جزء هارت ریت میتونیم در نظر بگیریم. این در رابطه با در حقیقت اکسل انتخاب عنوان بود. حالا ما ببینیم که چطور این متا آنالیزا رو باید پیدا بکنیم، راهش چیه. ببینید یه راهی که خیلی راحته، توی خود پاب مد معمولا اون ساپلیمنت رو سرچ می‌کنیم و حالا اند می‌زنیم، سیستماتیک می‌زنیم، متا آنالیز می‌زنیم، خیلی ساده، خیلی نیاز به کلیدواژه خاصی نیست و اینجا دستی میریم پایین سریع می‌خونیم ببینیم که آیا مرتبطه یا نه. مثلا این مقاله مثلا مرتبط بوده، مثلا ما دانلودش می‌کنیم و میاریم. بعد وقتی که این مقاله رو دانلود کردین، مثلا میایین می‌بینید که این مقاله دانلود شده. الان مثلا من 3 تا مطالعه متا آنالیز مشابه با یه سرچ عادی پیدا کردم، این بوده و این مطالعه بوده. در حقیقت این 3 تا متا آنالیزی که من بودم، ولی ممکن است متا آنالیز بیشتر باشه. شما باید سرچ بکنید ببینید که متا آنالیز بیشتر رو پیدا کنید. حالا چطور پیدا کنیم؟ بعد از اینکه تو پابمد اینا رو مثلا پیدا کردیم، یه خورده بیایم پایین‌تر، اینجا مقالات مشابه نوشته. معمولا اگر که تو این هیت کار شده باشه، اینجاها معمولا گزارش میکنن، یا اینکه این قسمت مقالاتی که به این مقاله در حقیقت سایت زدن، احتمالا خب مقالات مشابه و مرتبط بوده دیگه. اینجا هم میتونید اینجور مقالات رو پیدا کنید و واسه تمام این 3 تا متا آنالیزی که من پیدا کردم و اینجا تو پابمد سرچ میکنین و این فاکتورها رو بررسی میکنید. راه دومش که باید کنار هم باشن، این راه اول انجام میدی، بعد میری سراغ در حقیقت اسکالر هم دقیقاً به همین سبک سرچ میکنید دیگه. حالا مثلا میتونید، من اینجا نوشتم متا، توی پاب نوشتم سیستماتیک، مثلا میتونید سیستماتیک سرچ کنید چون سیستماتیک بهتره، یه خورده وایت تره که واژه رو. مثلا میبینید دقیقاً این ستای اولی که آورده همین ستایی است که من پیدا کردم. یه خورده دیگه هم مثلا میگردید صفحه 3 و 4، نه صفحه 10 میتونی بری و اون استانداردش صفحه 10 دیگه. خیلی سریع نگاه میکنه، هر خیلی وقت زیادی باشه اینا یا متا آنالیز مشابهی تو این بوده یا نه. اینم که رد کردی، کار بعدی که میکنی چیه؟ این قسمت سایت رو می‌بینی که یعنی مطالعاتی که به این مقاله سایتیشن دادن و تو مقالهشون راجع به این مقاله صحبت کردن. اینجا هم باید شما بگردین دقیقاً مثل همین قسمت سایت، دقیقاً اینجا سایت بای پاب دقیقاً همینه دیگه، تو اسکالر هم همین است. شما این 3 تا متا آنالیزی که پیدا کردی، هر 3 تاشو توی سایت بای کلیک می‌کنی و اون مقالاتی که اینجا هستن کامل می‌خونی ببینید آیا متا آنالیز مشابه دیگه بوده یا نه. مثلا ببینید این متا آنالیزی که مشابه بوده، مثلا ریویو داده، متا آنالیز نبوده، مثلا به این سایت داده. این هم در حقیقت یه دقیقاً راهی بود که میشد متا آنالیزهای مرتبط رو پیدا کرد. و راه آخر، یعنی این سومین راه که بعد هر سه تا رو در امتداد همدیگه انجام بدین، اینه که بیاین توی رفرنس لیست ها چک بکنید. خیلی کار سختی هم نیست دیگه. شما متا رو مثلا میتونید سرچ بکنید، ببینید که مثلا چون این مقاله خب مقاله متایی هست که ما وارد شده، اگر مقاله متای دیگه تو نیت باشه، معمولا متا آنالیزایی که تو نیت کار کردن خب به سایت میدن، تو مقدمه راجع به صحبت کنید، دیسکشن راجع بهش حرف میزنن. پس یه لطف میکنید که این قسمت در حقیقت رفرنس های مقالات مشابه رو هم چک میکنید. بس 3 تا کار شد، یکی توی پابمد، یکی توی اسکالر قسمت سایت اسکالر، و یکی هم از رفرنس لیست های
مقالات مشابه میتونید مقالات متا آنالیز مشابه رو پیدا کنید. بعد از اینکه پیدا کردید اینجا لیست میکنید و این فاکتورهایی که توی متا آنالیز مشابه وارد شده رو اینجا وارد میکنید. فقط حواستون باشه که من میخوام به ترتیب وارد بشم. حالا اینجا اشتباه وارد کردم، مثلا 2015 مثلا این بعد اینجا عملا کات بشه، این پایین به ترتیب شما از آخرین متا آنالیزی که ما سال 2021 وارد میکنیم. ببین این نکته هم بگم که در حقیقت این تاریخی که میبینید اینجا زده 2022 یعنی تاریخ مقاله بوده، اما نه چاپ مقاله. واسه ما سال سرچ مهمه. سال سرچ رو کجا میارن؟ سال سرچ رو معمولا توی متد میاره تا کی سرچ کردیم. حالا این مطالعه بازم نیورده، ببینید من مطالعه دیگه اینجا مثلا آورده، میبینید گفته تا جولای 2021. حالا جولایش نخواد بنویسیم ولی تا 2021. حالا این مطالعه مال سال 2022 خب، ولی تاریخ سرچش تا سال 2021. ما این تاریخ رو میخوایم. این تاریخ رو هم قبل پرانتز میزنید، دا پرانتز باز میکنید، میبینید چه فاکتورهایی بوده. مثلا این فاکتورها مربوط به گرایسیمیکا بوده، اینا مربوط به بادی ویت بوده، که اینطوری ما یه نقشه کلی مسیر که حالا چه افرادی توی این کار کردن و چه فاکتورهایی کار کردن و تاریخ سرچشون تا کی بوده. این خیلی ما کمک میکنه هم توی آنالیزهای بعدی، هم که بدونیم که تا حالا چه هیته هایی شده و لیترچر های این هیته چیا بودن، و هم توی نگارش بسیار دست ما رو باز خواهد گذاشت.